تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود به دوستداران پادکست گنج شایگان. اینک تابستان هم به پایان رسید و مهلت رخصتی برنامه هم آخر یافت. فرصت رسید که برنامه ادامه پیدا کند. برنامه امروز مخصوص است و یک اندازه حزن‌انگیز است، نه تنها برای آن که شما صحبت شخصی را خواهید شنید که تخلصش محزون است. سفر ایوبزاده محزون که سال 2020 از کرونا ویروس، از کووید 19 در سن 64 سالگی در شهر دوشنبه از جهان گذشت. من او را شخصا می شناختم، دوست بودیم و گاهی شوخی هم می کردیم که اسم خانوادگی ما به هم نزدیک است. گاهی حتی دستمزدی ما از روزنامه ها و مجله ها از آن سفر به من می آمد و از آن من به او می آمد تا آن وقت معین کنیم که این کدام از ایوبزاده است یا ایوبزاد. اما در این مصاحبه سفر بیشتر درباره حادثه های سال 1992 تابستان 92 در شهر کولوم نقل می کند. مصاحبه او خیلی پیش، نزدیک به 20 سال پیش در سال 2005 ثبت شده است و خیلی هم با تفصیل با تمام جزئیاتش حکایت میکند که در تابستان سال 1992 پیش از آن که مردم از کولوب به دوشنبه بیایند و در میدان آزادی گرد همایی سازمان دهند که عاقبتش به جنگ شهروندی کشید، چی میگذشت، چی واقعا میشد. حتی او در یاد دارد که نخستین صدای تیر در کولوب کی بلند شد و چگونه روشنفکران کولوب و حتی نمایندگان دولت در کولوب نتوانستند از یورش یا از سفر خونین یا از سفری به گفته بسیاری از آنها نالازم و ناضروری به اصطلاح مردم به شهر دوشنبه پیشگیری کنند. این صحبت را همکار پیشین ما سیاف مزراب که حالا سردبیر نشریه SSR است انجام داده بود و آن شروع می شد از اینکه چگونه اصطلاح‌های یورچیک و ووچیک در کولوب پیدا شد. تا دعوت ها خیلی آرامی بود. مخصوصا آدمای فرهنگی هیچ گمانی آنها نداشتیم که این چیز میشه اوید میشه با جنگ و جدال. ولی وقتی که میتینگ ها شدن و جدیت و وضع همون میتینگ ها را تماشا کرده کس بوی نیزاها را حس میکرد. ما باید آرامتر آغاز میکردیم، ما باید طرزی نگارشی روزنامه همونا با اون صورتی که بود و خیلی آغاز نمیکردیم. ما باید آرامتر مردم رو میفهموندیم و آهسته تیار میکردیم. کدام روزنامه را در نظر دارید؟ در همون شب روز ما در روزنامه حزبی راه لنینی کار میکردیم. وقتی که آزاداندیشی ها سر شد و آشکارگویی ها عاید شد، دایره تفکر ما در اون روزنامه نمیگنجید واقعا هم. از این لحاظ وقتی که روزنامه خصوصی جام با کار آغاز کرد و وقتی که با اصرار خواستن که ما در همون کار کنیم شروع کردیم. اون نوشته هایی که ما می نوشتیم واقعا با اون قدر سیاست هم عاید نبودند. با همون ماجراهایی که بین دو گروهی مذهبی بود اما من دخل نداشتم. واژه ووفچیک و یورچیک کی پیدا شد در کولوب؟ واژه ووفچیک و یورچیک تا اون درگیری ها وجود داشت. پیشتر از سال 92 سال 90 در گردی همایی‌هایی که در دوشنبه گذشتند و در میدان شهیدان چندین نفر شهید گشتند بهمن ماه، بعد همین واژه رو بیشتر میشنیدیم و همین خیلی یک اتفاق افتاد که ما رو دعوت کردند با یک ماجرای مسجدی شهر کولوب که در اونجا گویا که یک گروه از علمای ولایت قران‌تپه سابق آمدند و در اونجا یک گروهی دینداران کولوب اونا را دستگیری کردند، گروه دیگر نه. اینجا ما را جلب کردند و واقعا ما از اونجا علیه
طرفداران اون علمایی که آمده بودند و در کلاب آنها را وفچیک نام بردند مقاله هم چاپ کردیم. این کدام سال بود؟ بعدی همون واقعه های بهمن ماه بود، سال 90 بود شاید. این واقعه که من در بارش گفته شدم این در مسجد جامعه شهر کلاب در مسجد واقع در کوچه چرمگران شده گذاشته بود. شاهدان همون واقعه ها اکثرا آدمانی سال دیده بودند. من هم صحبت شدم و تحت سرلوحه وهابیان کیستند آنها مقاله ترتیب دادم و علیه آنها برآمد کردم. بعد این واقعه نماینده های که طرفدار علمای مهمان بودند نزد من آمدند و در بحث هایی که ما داشتیم آنها اثبات کرده توانستند در نزد من که همین خیلی وفچ گفتنی جریان یا وهابیان گفتنی جریان در تاجیکستان وجود ندارد. یعنی که این واژه همان سالها هم الکی وجود داشت. الکی پیدا شده بود و همون دو طرف مقابل دینداران یکی را وهابیان میگفتند وفچ میگفتند و دیگری را این واژه به فکرم یورچیکش در سالهای درگیری ها پیدا شد. بعد این مردم بسیار گرایی در این چیز و مردم کلاب هم به دو قسمت تقسیم شد، وفچیک و یورچیک. و از بس که ما در روزنامه‌های آزاداندیش کار میکردیم داخل شدیم به گروه وفچیک. کدام روز برای ردکسیا از جانب توده مردم هجوم شد؟ پیش از آنی که برای ردکسیا رفتند الکی مردم جمع شده بود و به میدان آزادی آمده بودند و تعقیب میکردند مردم آزادی اندیش رو و ما خانه‌نشین شده بودیم و شنیدیم که به ردکسیای ما هم هجوم آورده در بیاش شکسته باشند. هرچند که اون روزنامه صرف یک طرف رو انعکاس نمیکرد، در اونجا هم نماینده این گروه بود هم نماینده اون گروه بحث میکردن. نخستین میتینگ های قبل از به میدان آمدن مردم به دوشنبه کی و در کجا دایر شد؟ غرض شهر کلاب است. بیشتر در مسجدی که سرخطیبی اون رو ملا حیدر به عهده داشت این چیزا هر روز عاید میشدن و شاید از همونجا آغاز یافته باشد، چون که در اون میتینگ ها نه فقط مذهبیان و آدمان سیاسی هم بودن، بسیار بودن. میتینگ ها در معرکه های پیش از انتخاباتی بسیار اوج گرفتن و واخوری هایی که پیش از انتخاباتی بودن این چیزها رو اوج دادن بیشتر و اون نامزدهایی که آزاداندیش بودند همه آزاداندیشان اشتراک میکردند و برعکس در میتینگ هایی که طرفداری به اصطلاح اگر بگیم یورچیکا بود بیشتر اینا. مردم استخیاوی از پیش خود به میدان ها ریخت یا رهبلدهایی بودند که آدمان رو به تظاهرات میکشیدند؟ رهبلدان بسیار بودند. چیز رو با درجه آوردن که با ننگ و ناموس و وطنداری و محلگرایی و همه چیز را عاید کردن. وضع کی تیز و تند شد؟ زمانی که آدمان از کلاب به دوشنبه رفتند و یا اینه که آنها برگشتند به کلاب؟ وضعیت در همون لحظه های کلمیناسیای میدان آزادی واقعا هم تیز و تند بود. می توانست که در همونجا درگیری ها آغاز یابد و خوشبختانه این کار نشد و مردم به خوشی رفت در آغاز کار و اون حکومتی که به اصطلاح حکومت آشتی ملی نام گرفت متاسفانه از عهده من بعد رهبری کردن این مردم نبرآمد. در آغاز کار وقتی که مردم با خوشی جواب دادن و به کلاب آوردن نتوانستند که با اون مردم زبان یابند یا که نآمدند مردم در جایشون فهماندن از هدفهای خود مردم آگاه کنند. این چیز نشد، برعکس شد، بلاکاد شد. این کارا که شد مردم خواهم نخواهم با اون آدمایی که با جنگ دعوت کردن باور کردن و مردم همین خیلی فهموندن که کسی شما را نام دادن نمیخواد، این حاکمیت شما را شاید که زنده نمیموند. خواهم نخواهم مردم مسلح شد رفت. مردم عموما سلاح نداشت، مردم از دوشنبه سلاح دار شده رفته بود. حتی همون سلاح دارا هم در خانه ها پنهان شده بودن، نمیخواستن این جنگ. بعد آدمای ماجراجو خانه به خانه همون یراقداران گشتن، جمع آوردن اونا را صف آراستن و به جنگ تیار. صدای تیر نخستین بار در کلاب کی به گوش شما رسید؟ همون شبه که مردم از میدان میگشت ما در خانه مردم شوراباد که خانه ما در نزدیک همون مردم بود پرانده می اومدن. پیشتر حتی ما رو ترسانده بودن که مردم از اون طرف که آمد اولین شده همین آزاداندیشان نیست میکنن. در کلاب برخورد مسلحانه بین جانب ها بود یا نه؟ همون شبه که آمدن پسر داشت چند تن از نماینده های مذهبی رو پراندن
و سر شد خیر خصومت‌های خصوصی. حکومت که فعال نبود و نه حکومتی محلی و نه حکومتی رشدی ملی علاقه قدرت رو از دست داده بودن. شاید کسی هم گوش نمی‌کرد یا اینکه نتوانستند که مردم رو به یک نظام درآورند. در این حالت البته بعد گروه‌ها و تریادهای خود دفاع پیدا شدند. سرورای اونا آدمایی بودند که آدمای بی‌رحم و به شفقتی شورپوش بودند. تحت نظارت عالم جنایت گذاشتن وادی کلاب را چی سبب شد؟ استاد اشور سفر، استاد احمد غایب، سفر محمد ایوبی، محمد غایب. من خودم شاهد هستم که میتینگ‌های اولین وقتی که شدن این مردم می‌خواست که مردم را به آرامی به صلح دعوت کند. حتی راه نمی‌افتادند به اون منبرهایی که شورپوشان گپ می‌زدن. حتی اون نماینده‌های پارتی دموکراتی هم در منبرها اشتراک می‌کردن، ولی وقتی که سخن گفتن می‌خواستند و به ویو سخن هم نمی‌دادند. معلم صابر رئیس حزب دموکراتی ولایت کلاب بودند. همون کس من شاهدم که در نزد بینای حکومتی ولایت وقتی که میتینگی نخستین پیش از بعد دوشنبه روی آغاز شد، کس گفتن که همین چیز نادرست است. بعد دو جمله گفتنش آدمان یافچیدن که به نوع автомат اون دور کردن، نموندن گپ زدن. میگویند آن زمان حتی میری شهر زیدی تظاهرات بود. بله، اشروف هم وقتی که میخواست مردم رو با آرامی دعوت کند اونم گرفته پیش انداخته بوده، حتی حبس کردن. یاد دارم رئیس ولایت اون وقت میرزا علی بودن. میرزا علی گفتن بالکل این فکر خطا است. خودی میرزا علی را از نزد بلنگویک دور کردن. وقتی که نماینده های حکومت و منصبداران که نمیدادن سخن درباره اهل قلم و ژورنالیست و شاعر و اینا جای گپ هم نبود. این خیلی یک روحیه پیدا شده بود، روحیه جنگی، مبارزه بی‌امان که واقعا یک گروه مردم را تونستن که به همین راه دعوت کنن. ماشین ها، اتوبوس ها، همه چیز تیار. خلاص یک روز سیاه بود راستی گپ. وقتی که درگیری ها سر شد، وقتی که اولین قربانی ها سر شد، مردم بسیار گریزان شد از اون که علاقه دیر شد. مردم کلاب امکانیت انتخاب داشت که به میدان رود یا نه؟ هیچ وقت نداشت مردم، چون که گروهی که علاقه در میدان ها جمع شدن مردم اونا بودن. دیگر کسی که علیه اونا گپ میزد و یا نامردمان بودن. روانش شد و یادش بخیر سفر محمد ایوبزاده محزون، شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک که در سال 2020 در سن 64 سالگی از بیماری کووید 19 از جهان گذشت. امیدواریم مصاحبه او همچنین به آنهایی که از حادثه های سال 92 در شهر کلاب آگاهی کامل نداشتند معلوماتی خیلی زیاد و خیلی سودمند داد. و همچنین یک هشدار است که کشور چگونه به آسانی و خیلی ساده میتواند به کجراه رود و همچنین یک آموزش یا درس یا سبق از واقعه های گذشته تاجیکستان است. این بود نشر نوبتی پادکست گنج شایگان و این مصاحبه در بایگانی رادیوی آزادی محفوظ است و امیدواریم که با شما پسند آمده باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.